برام خدا امیدوارم که از صحتمندی کامل برخوردار باشین. موضوع امروزی ما طریقه وصل نمودن اسکرین موبایل به کامپیوتر است. فعلا شما در قسمت میبینید که اسکرین موبایل ما در اینجا وصل است و ما راحت میتونیم از موبایل خود و از هر اپلیکیشنی که نیاز داشته باشم راحت میتونم استفاده کنم. خب به خاطر وصل نمودن اسکرین موبایل به کامپیوتر شما دو گزینه یا دو ابجکت نیاز داریم. گزینه اول کیبل کامپیوترتان، کیبل موبایلتان که برای چارج است. البته متوجه باشین کیبلتان باید تنها برای چارج نباشه، فایل همچنان ترانسفر میتونه. بعد از او به این سافتویر نیاز دارین. این سافتویر شما میتونید از اینترنت دانلود کنین. SCRCPY لینکشان هم در قسمت کامنت صفحه فیسبوک و در قسمت دیسکریپشن یوتیوب میمونم، باز میتونین دانلود کنین. خب شما به خاطر این حالت بین اول کیبل موبایلتان را در موبایل وصل کنین. خب زمانی که در موبایلتان وصل کردین بعد یک تنظیماتی است که او تنظیمات را شما از روی موبایلتان باید را فعال کنین. در قسمت موبایلتان شما وارد سیتینگ شید. ما فعلا می وارد سیتینگ میشیم. اینجا قرار میتون، بعد دوباره به این بالای سیتینگ کلیک کو. زمانی که شما بالای سیتینگ کلیک کردین قسمت آخرین گزینه به قسمت آخرین دیولپر آپشنز دبل کلیک که بر شما باز شود. بعد از او از این قسمت USB دیباگینگ را فعال کنید. USB دیباگینگ شما غیر فعال است، شما فعال کنید. خب فعلا که فعال ماندین، بعد از او چیکار کنین؟ کیبل را وصل کنید در موبایل. در کامپیوترتون متوجه باشین که کیبل درست وصل شده باشه و موبایل شما در این قسمت آمده باشه. بعد از او برید وارد سافتویر شید. کجا سافتویر؟ ما وارد دیسک دیس فکر کنم. بعد دوباره میریم وارد قسمت سافتویر میشم. سافتویر بعد اینجا همین فایلتان را باز کن، گزینه اسکریپینگ بالای اسکریپینگ دبل کلیک کو. زمانی که دبل کلیک کردی یک نوتیفیکیشن در موبایلتان میاد، او را یس بگیرین یا الو بگیرین، بعد صفحه اسکرین موبایلتان در این قسمت فعلا میبینین که از این قسمت بخش‌های مختلف راحت میتونید استفاده کنید.